سر میکنیم با آموختن متمتیکا صنف چهارم. شنبه معارف سال 2019. باب یک، مستحکم کنی مواد صنف سیوم. درس یکم، خواندن و نوشتن عددها در دایره 100,000. سوال یکم، عددهای خردترین 3 رقمه، 4 رقمه، 5 رقمه و 6 رقمه را نویسید. این مثال های که رقم ها چنین نوشته می شوند، یعنی از 100, 1000, 10,000 و 100,000. مثال دوم، عددها را خوانید و به رذیلت‌ها جدا کنید. در اینجا عددها از عددهای 3 رقمه سرکرده تا عددی 6 رقمه می باشند. برای نمونه ما 3 تایش را انتخاب کرده و رذیلت‌ها جدا کردیم، یعنی عدد 346, 9999 و آخران عدد 6 رقمه 777,777. یعنی 346 از 3 صدی 4 دهی و 6 واحد. عددی 9999 از 9 تا هزاری، 9 تا صدی، 9 تا دهی و 9 واحد. عددی 777,777 از 7 تا 100 هزاری، 7 تا 10 هزاری، 7 تا هزاری، 7 تا صدی، 7 تا دهی و 7 واحد عبارت است. سوال سوم، حساب کنید. در اینجا مثال های جمع و طرح داده شده است. ما دو تایش را انتخاب کرده کار کردیم، یعنی 7870 طرح 1623 و سال آخران 9899 طرح 3995. اگر ما از 7870 1623 طرح کنیم می شود 6247 و دویمش باشد از 9899 طرح میکنیم 3995 رو می شود جواب 5904. سوال چهارم، جدول رو پر کنید. در جدول عددها داده شده است. در ستون یکم ما این عددها رو به رذیلت‌ها جدا میکنیم، یعنی به رذیلت واحدها، دهی‌ها، صدی‌ها، هزاری، 10,000 و 100,000. عددی 9406 به رذیلت‌ها جدا کرده شده است. 6 واحد، 4 صدی و 9 هزاری عبارت است. اگر ما مثال رقمی عددی 998 را انتخاب کنیم، این عدد از 8 واحد، 9 دهی و 9 صدی عبارت می باشد. مثال 5، در بین عددهای 950 و 960 4205 و 4210 کدام عددها جایگیرند؟ در بین عددها یعنی از 950 اگر سر کنیم از 951 تا 959 عددها هستند و در اینجا باشد از 4206 سر کرده 4209 می باشد. مثال 6، عددی 6 رقمه 342561 رو در دفتر نویسید، در زیر دهی و هزاری خط کشید. معین کنید که از راست به چپ این رقم‌ها در جای چندم می ایستند. رقم‌های چهارم و ششم از راست به چپ کدام رذیلت‌ها را تشکیل می دهند؟ ما این عدد را نویسیم 342561. ما در از راست به چپ در زیر دهی و هزاری خط کشیدیم، یعنی اینها از راست به چپ در جای دوم و چهارم جایگیر بوده رذیلت دهی‌ها و هزاری‌ها را تشکیل می دهند. مثال 7، عددها را خوانید. در این عددهای 5 رقمه داده شده است، یعنی 54378، 69309،
88735 90001 99005 99099 مثال 8 حساب کنید. مثالهای جمع و طرح داده شده است. از عددهای پنجرقمی عبارت می‌باشد. ما مثال یکم یعنی 35827 جمع 26301 را انتخاب کرده فرم می‌کنیم. دومین مثال باشد از مثال طرح 54901 طرح 27063. ما این مثال ها را هم به طرز خطی و هم به طرز ستونچه کار کردیم. یکم مثال جمع یعنی 35827 جمع 26301. ما جمع کنی را از طریق راست از واحدها سر میکنیم. یعنی 7 واحد جمع یک واحد می شود 8. 2 دهی جمع 0 می شود 2. 8 صدی جمع 3 دهی می شود 11 صدی. ما یک صدی را نسبت یک هزاری در خاطر نیستد. 6 جمع 5 می شود 11 با یک خاطر 12. 2 را می نسبت یک دریافت. 3 جمع 2 می شود 5 با یک خاطر می شود 6. جواب می شود 62128. دومین مثال طرح بود. ما طرح را نیز همچون به طرز خطی و به طرز ستونچه کار کردیم. به طرز ستونچه ما عمل طرح را نیز از طریق راست از واحدها سر میکنیم. اینه در اینجا طرح شونده که در واقع یک واحد از طرح کننده دو واحد خورده است. ما باید از قسم دهی یک دهی دادن در کار است. اما قسم دهی که از 0 است ما از قسم صدی یک صدی به قسم دهی میدهیم میشود 10 دهی. از 10 دهی به قسم واحد یک دهی میدهیم میشود 11. از 11 9 را طرح کنیم میشود از 11 2 را طرح کنیم میشود 9. قسم دهی که ما یک دهی را به اینجا دادیم در اینجا ما 9 دهی. ما از 9 دهی 0 دهی اگر طرح کنیم جوابش 9 میشود. و قسم صدی که ما یک صدی را به قسم دهی ها داده بودیم ما 8 دهی. از 8 دهی 6 دهی را ما طرح کنیم میشود از 8 صدی ما 6 صدی را طرح کنیم میشود 2 صدی. و در قسم هزاری که 4000 از 7000 خورده است ما از قسم 10000 یک 10000 دهیم میشود 14000. یا که 14 از 14 ما 7 را طرح کنیم میشود 7. و قسم 10000 که 40000 ما از 40000 که از 4 2 را طرح کنیم میشود 2. جواب 27299. مثال 9 گفته است که نتیجه مثال های 8 را با کالکولاتور سنجید. درس ما درس یکم ما به آخر رسید.